سلام بچه‌ها، چه خبر؟ به کانال ما خوش اومدید. بچه‌ها امروز اومدیم با یه ویدیوی جدید، اما ویدیو امروز چیه؟ علی آقا توضیح بده. اومدیم که اینجا رو بگیر. بک‌گراندی که مال اینجا که یادتون میاد اینجا گیتار بود و ریسای امین که امین رو ساخته بودیم. الان میخوایم چیکار کنیم؟ اینجا تیریه رو بزنیم، یک جا واسه گیتارم اینجا میزنیم با اینجا ریسا. با ریسا اینجا. خیلی خوب، گوش کن بذار رقص دست داری میری. بعد اینجا هم شاید واسه گیتار امروز نه ولی بعداً که ویدیوش هم میذاریم، ولی الان فقط میخوایم ریسا رو بس کنیم. یکم همین دیگه داشتیم توضیح میدادیم و ویدیو امروز همینه دیگه. لطف کنین سابسکرایب و لایک و کامنت و زنگوله هم فعال کنید و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. امیر میخواد اول طرحش بکشه. اولین کاری که میشه بکنید اول باید طرح بکشید که دقیق و خوشگل و زیبا باشه. بعدن این لعنتی سولاخ هم بعدن با یه چیزی پر کنیم. برای احتمالا نمیخوای یه لوستری چیزی بذاری؟ نه یه سولاخ کولر گازیه. جدی؟ جوکش. اوکی. من دیوانه. ولش کن. بچه‌ها بریم سراغ. امیر اول طرح رو میکشه. بریم. لیتس گو. ما میریم سراغ. خوشی. خب کجا بود؟ از همینجا آره. یه تیریه. آیا فکر تیری که بزرگ دیتا واقعا خیلی یه تا چقدر شلوغ بشه تو بده. الکی. این خاطر اینجا چیزی واسه میشه. اصلا دیده نمیشه بچه‌ها ولی خب مهم طرح اولیه است که شما بکشید. این چیزی میراث دارین. انقدر تیری داره. خب میریم بالا سراغ چی؟ ریسا. بچه ریسا رو میبینیم اینجا 2 ساعت باز کرده بودیم، انقدر توام بود. به حجمو که دارید فاصله بزن یک مقدار بزن تیزی بزن یا کن یا چه همش اینجوری فیش عشان کار کنیم اینجا بزنیم خب یه جوری بزنیم که طرح خب اینجوری طرح نه طرح نمیشه تو شو دوباره بگیریم طرح یه چند نمیشه این هم طرحی که ما زدیم هنوز اوکی نیست. اینجا رو داشته باشین. گیتارم این الان خیلی اضافه اومده، یه جا واسه گیتارم اینجا درست می‌کنیم. یه لحظه از من اگه بیارم خیلی هم عالی مهندس باشه. خب اینجا رو می‌بینید از این تختا داریم، می‌خوایم اینجا یه جای مشی درست کنیم. اینجا که البته لیست خل البته فعلا نه، الان فقط می‌خوایم همین ریسا رو اوکی کنیم تا جمعه که همین از سر کار و درس اینا نداشته باشه که دریلو بیاره و این چوبا رو بزنیم. کار تو روز، شبم روخ کار رو واسهتون میگیرم، ادیت میزنیم به همین ویدیو میچسبونیم. این پایینش هم یه قرارش خودشه. این دیوس هم یه چیزی مشتی میزنم، اینم از این پوسترها خول میخرم به عشق شما. آره دیگه خدا نگهدار. خب برای وکسین هم از این ویدیو دمتون گرم که تا الان با ما بودید، هستید و خواهید بود. امروز خیلی بی‌حوصله بودیم ولی به خاطر شما ویدیو رو گذاشتیم و به خاطر دیشب هنوز من اعصابم خورد بود. یه چیزی بگم، اون تو ویدیو دیشب گفتم ولی حذف شد، ویدیو دیگه گرفتیم دیگه. اگه ویدیو قبلی ما دیده باشین که لینکشو میذارم نگاه کنید. و اینکه امیر اینجاست، یادتون میاد ما بحث کردیم اتفاقاتی افتاد ولی من آوردمش دوباره و گفت باشه میام و ما اینجا داریمش بیلا خطره. و ایشالا تا ماه دیگه هم امین رو میاریم. پس تمرین رو بهتر میکنیم همونجور که تو اول ویدیو میگیم. ممنون که تا اینجا نگاه کردید. لایک، سابسکرایب و زنگوله رو هم فعال کنید هر وقت ما ویدیو گذاشتیم ببینید. دمتون گرم و چی دیگه؟ همین؟ خدا حافظ. چی دیگه نبود؟ چی دیگه نبود؟ جدی؟ خدا نگهدار.